سلام دوستان عزیز، در پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی رو پیشنهاد شما میکنیم. امروز 9 می است و در آغاز سرخط موضوع. ما را از اسارت رها کنید. درخواست تاجیکانی که به جنگ اوکراین فرستاده شده و اسیر افتادند. پاپ نوی روم انتخاب گردید. رهبری کلیسای کاتولیکی جهان را کاردینال امریکایی بر عهده گرفت. و قانون شکنی ها را پنهان و پلهای کلان را از خود کردند. بازداشت دستی کم 5 مسئول شرکت برق تاجیک در ولایت سوخت. با ادامه جنگ روسیه در اوکراین، گزارش‌های بیشتری درباره حضور شهروندان تاجیکستان و تلف یافتن آنها در این جنگ بیگانه زیادتر می شود. صدای تاجیکان اسیر هم بلندتر می گردد که از مقامات می خواهند در رهایی آنها از اسارت در اوکراین مساعدت کنند. گزارشی را با نمونه ها در این باره همکارم میرزا نبی خالقزاد تقدیم شما می کند. این اکا لباسای و این ابشیدگیه باور که اکا این آوازی نشانت این اکا این تیاق دادستم هنده باید زوری رح میگردم خیلی اکا با همین حوقتی خدا نشونه که اگر برم که اکا مین برم اکا من دویدن نمیتونم هیچ کار نمیتونم التماس اکا خویش میتونم. التجای یک محبوس از مقامات تاجیکستان جمال الدین سعیدی 35 ساله میگوید او را با پای زخمی از یک طبابتگاه نظامی روسیه دوباره به جنگ ضد اوکراین بردند. با ارسال این نوار با آزادی و از سرگذشت خود نقل کرده از مقامات خواست برای برگردانیدنش از میدان جنگ کمک کنند. Наш медпалка он нас выписал, меня выписал, якобы я здоров, меня вылечили. پزشک پالک نظامی ما نوشته است که گویا من صحتم، مرا طبابت کردند ولی من با عصا بغل راه می روم. من راه رفتن نمی توانم. در پایم 20 آهن پاره است. از زانو بالا هم 20 آهن پاره. در مجموع بیش از 40 آهن پاره در تن دارم، اما مرا طبابت نکردند. برای جراحت ها پول نگرفتم. پول 3 ماهه کارم را هم ندادند. Даже за 3 месяца моей зарплаты ничего не пришли, братан. این شهروند تاجیکستان روسیه دکبر سال 2024 از محبس با وعده آزادی به جنگ رفته در یک پالک نظامی در دونتسک می جنگید و در یک ترکش مجروح شد. دقیق نیست که در کل چه تعداد از تاجیکان مثل جمال الدین سعید در اوکراین می جنگند. ولی چندی پیش طرح زیستن میخواهم اوکراین با نشر یک رویخط نام بیش از 900 زرخرید تاجیک را اعلام کرد. نام مصاحبه ما در این رویخط نیست، اما خوشبخت پیروزعلیف یکی از آنهایی است که در رویخط نه فقط از او یاد شده است بلکه طرح زیستن میخواهم در نوار 14 دقیقه‌ای قصه زندگی و به جنگ افتادن او را نشر کرد. Из Воронежа я смотрю все в военной форме. با ورونژ آوردند. دیدم که همه لباس نظامی دارند. پرسیدم که چرا من اینجا آمدم. گفتند که تو قرارداد بسته ای. این پلیگون است. من گفتم کی فرصت یافتم. گفتم من جنگ نمی کنم. آنها گفتند تو در انبار کار میکنی. وقتی آنجا رسیدم گفتند تو شتورمویک حمله‌ور هستی. Мне на склад нет, говорит, уже все. مهاجر تاجیک نقل کرده است که بعد حادثه کراکوس در پی یک رید بازداشت شد و باید به وطن خارج می شد، اما به جای این او را به یک کمیسریت حربی و از آنجا به جنگ بردند. جستجوی رادیو آزادی معلوم کرد که در میان زرخریدان تاجیک تعداد مهاجران زیادند که مثل خوشبخت برای نقض قاعده های اقامت بازداشت شده با تهدید به جنگ جلب شدند. اما با فرق از زرخریدانی که به گفته خودشون ناآگاهانه و یا از ناعلاجی به جنگ رفته اکنون راه گریز می‌جویند، تاجیکانی هم هستند که با نشر نوار حضور خود را در آن نمایش می‌دهند. صدای اینا پذیرنوش صدای اینا تاجیک اینا کماندیری تانک. تحلیلگران پیوستن تاجیکان به جنگ را به کمبیزاتی و مهاجرت افزون به روسیه پیوند می‌دهند. چی تعداد از زادگان تاجیکستان در این جنگ کشته شده است دقیق نیست، اما در فضای مجازی میتوان اعلان و مراجعه‌های زیادی را دید که در آن از مرگ یا ناپدید شدن تاجیکان در جنگ خبر داده شده است.
رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. دادستانی ولایت سوغد میگوید که چند کارمند اداره‌های تقسیم برق در ولایت سوغد را برای تقلب‌کاری و از خود کردن پول زیاد از فروش نیروی برق دستگیر کردند. اذیت شدن بازداشت و اشکار کردن قانون‌شکنی‌ها در این زمینه یک ماه بعد از آن صورت می‌گیرد که در تاجیکستان برای استفاده پنهانی و یا دزدی نیروی برق جزای جنایی تعیین کردند. فرزان محمدی در این باره گزارش می‌دهد. دادستانی شهر خوجند و ولایت سوغد دست کم 5 مسئول شرکت برق تاجیک را در رابطه با قانون‌شکنی ها بازداشت کرده است. با اطلاع مقامات این افراد برای رویپوش کردن استفاده غیر قانونی نیروی برق و گرفتن حدود 8 میلیون سامانی از ساکنان و صاحبکاران متهم دانسته می شود. در این باره بختیار ناظمزاده دادستانی شهر خوجند در واخوری با ساکنان و فعالان محله های همین شهر در آخر هفته گذشته اطلاع داد. او گفت که چند منصبدار شرکت برق تاجیک در ناحیه سپیتامین شهر استراوشن و خوجند را روز 17 اپریل دستگیر کردند و نسبتشان پرونده جنایتی آغاز گردیده است. نظر و شرح شرکت برق تاجیک و نزدیکان بازداشت شده ها هنوز معلوم نیست. یک مسئول این نهاد به شرط افشا نشدن نامش گفت که حقوق شناسان آن حالت را مورد بررسی قرار دادند. گروه کاری مانیتورینگ صرف قوه برق حالت های استفاده بری غیر قانونی ماینینگ فرمه ها را آشکار نمود. تنها در یک تهخانه بینای واقع در محله 8 شهر خوجند بیش از 40 عدد تجهیزات را برای کارکرد و استحصال کریپتو اسعار در حالت مجهز گرداننده به قوه برق دریافت و مصادره کردند که از این حساب به این شبکه 39000 سامانی ضرر رسیده است. مقامات نسبت این حالت ها پرونده های مأموری باز نموده آنها را بر ریاست نظارت دولتی انرژتیکی شهر خوجند فرستادند. تفتیشات در این سمت ادامه دارد. این در حالی است که در سراسر کشور گزارش‌ها عاید به استفاده غیرقانونی نیروی برق افزایش یافتند. یک ماه پیش با اصلاحات وارد شده به کودکس جنایتی برای دزدی نیروی برق از 27000 سامانی جریمه تا 10 سال زندان پیش بینی شده است. تاجیکستان سالها باز با مشکل تامین نیروی برق روبروست، ولی معلوم نیست تا کجا تعقیب جنایی شهروندان برای برق دزدی برای سبکتر شدن این مشکل مساعدت میکند. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. پاپی نوی روم لیو 14 که روز پیشتر پیشوای نوی کاتولیکای جهان انتخاب شد، اولین بار در حضور کاردینال ها نیایش کرد. او روز 9 مای هنگام نیایش در واتیکان گفت امیدوار است بتواند کمک کند که کلیسای کاتولیک شعله در شب‌های تاریک این جهان باشد. پاپ سابق روز 21 اپریل در 88 سالگی درگذشت. همکارم توری سفر گزارش خبرگزاری رویترز را تقدیم میکند. این روحانی 69 ساله پیشوای نوی 1 میلیارد و 400 میلیون پیروان کلیسای کاتولیک در جهان شد. کاردینال روبرت پریواست روزی پنجشنبه از ایوان کلیسای پیتر مقدس در واتیکان و با نام پاپ لیو 14 ظاهر شد. او اولین پاپ روم از ایالات متحده آمریکا است. در اولین پیامش به اعتقادمندان جمع آمده در نزد کلیسا صلح و آرامش تمنا کرد. La pace sia con tutti voi. A tutti voi, fratelli e sorelle. برای همه شما برادران و خواهران اهل روم در ایتالیا و تمام جهان ما می‌خواهیم کلیسای هماندیش باشیم، کلیسایی که در حرکت است، کلیسایی که همراه در جستجوی صلح است، کلیسایی که به دنبال محبت است و همیشه می‌کوشد نزدیک باشیم و بخصوص به کسانی که رنج می‌کشند. پریواست غیر منتظره پاپی 267 کاتولیکا انتخاب شد. او که از اهل چیکاگو است، بسیار از عمرش را همچون مبلغ در پرو سپری کرده و شهروندی این کشور را هم دارد. او را فقط سال 2023 کاردینال اعلام کردند و یک سال بعد پاپ فرانسیس او را به روم آورد و مسئول انتخاب کشیش‌های گذاشت که به حیث اسقف فعالیت می‌کنند. انتخاب او برای ازدحام جمع آمده در واتیکان به خصوص برای امریکایی‌ها هیجان انگیز بود. امیدوارم او جهان را به وحدت برساند. خیلی هیجان زدم. امیدوارم او کاتولیکای بیشتری را به امریکا می‌آورد و امیدوارم امریکایی‌ها پاپ نو را شرمنده نمی‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مثل دیگر رهبران جهانی پاپ روم را تبریک گفت.
چه افتخاری بالاتر از این؟ اندک شگفت زده ایم اما بسیار خوشحالم. این یک افتخار بزرگ است، فوق العاده بزرگ. دودی سفیدی که از دودکش این کلیسا در روز دوم رأیگیری روحانیان برخاست نشان داد که 133 کاردینال پیشوای نو را برگزیدند. پرواست نامزد پیش صف نبود. از این رو بعد اعلان نامش لحظه سکوت شد. بعدی کمتر از 1 ساعت پاپ لیو در ایوان حاضر شد. هنگام سخنرانی او از کار پاپ فرانسیس اظهار قدردانی و دعوت او برای ارتباط با جهان نو را تکرار کرد. آخرین پاپ روم که نام لیو را برگزیده بود سالهای 1878 1903 خدمت کرده است و او را برای تمرکزش به عدالت اجتماعی در آن زمان بیشتر می‌شناسند. برنامه را ادامه می‌دهم. امروز با مناسبت 80 سالگی غلبه در جنگ دوم جهان در شهر مسکو پرادی حربی برگزار شد. پیش از آغاز این معرکه پرزیدنت روسیه رهبران 29 کشور را استقبال کرد. روسیه خود را میراثبر اساسی شوروی و پیروزی در جنگ می‌داند. نادیده گرفتن سهم کشورهای دیگری سابق شوروی در این غالبیت که همچنان قربانی‌های زیاد داشتند بحث‌های را به میان آورده است. چنانچه موضوع را از خرامان بقازاده می‌شنویم. تجلیل از 80 سالگی پیروزی اتحاد شوروی بر آلمان فاشیستی در جنگ دوم جهان در حالی است که بحث‌ها بر سر میراث این پیروزی همانا کم نمی‌شوند. خصوصاً کشورهایی که زمان در یک سنگر می‌جنگیدند امروز نگاهی دیگر به این جنگ و میراث آن دارند. حتی کشورهای مثل تاجیکستان که مکانی درگیری نشده بودند ولی برابر با کشورهای دیگری عضو شوروی قربانی دادند. تاجیکستان تقریبا در بین 15 جمهوری‌های شوروی در این ظفر غلبه پیروزی نه کمتر از روسیه و اوکراین و بلاروس سهم دارد. چرا؟ اولش تاجیکستان اون وقت 1,400,000 نفر اهالی داشت. 300,000 نفر فرزندان تاجیکستان به جبهه رفتند. قریب 150,000 نفر دیگر در جبهه زحمت یا مهنت میگفتند در عقبگاه شب روز کار کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان نیز در مراسم تجلیل از 80مین سالگرد این پیروزی به این نکته اشاره کرد. محض دوستی و برادری و همیاری و دستگیری ملت‌های گوناگون سابق اتحاد شوروی عامل اساسی شکست اصلاحگران و پیشگیری از دامن پهن کردن وبای فاشیسم در عصر 20 گردید. سالهای اخیر تغییر در سیاست‌های روسیه که خود را میراثبر اساسی شوروی و پیروزی در جنگ می‌داند سبب شده است که موضوع سهم کشورهای دیگر در پیروزی از سوی دانشمندان داغ شود. چند سال اخیر در روسیه همیشه نادیده می‌گرفتند لیکن سیاستمدارای علایده هستند مثل سرگئی میرونوف یا که نیکیتا میخالکوف که سهم دیگر ملت‌ها رو پس داده نمیشن لیکن سیاست امروزه روسیه به فکرم که سیاست تاجیکستان قطعی در یک فکر هستند. برخی از روشنفکران با وجود آمدن چنین مناسبت به میراث پیروزی مردم شوروی در این جنگ را به تغییر یافتن ارزش‌ها و عوض شدن نسل‌ها مربوط می‌دانند. نسل دیگر شد. تولدی که سال 45 بود 80 ساله شد درست. امروز نبیره و ابیره و مونده است. در این باره از چی میگه گندمستی را دیگه فکرم نمیکنم. بنا به معلومات رسمی تاریخ‌نگاران 50% اهالی قابل مهنت تاجیکستان در این جنگ شرکت کردند. تاجیکستان میزبان زیاده 100,000 زنان و کودکان از منطقه‌های جنگ زده کوچانیده شده بود. از شمار فرستاده‌های تاجیکستان در جنگ بیش از 100,000 قربان شده، 40,000 به نام و نشان و 60,000 دیگر معیوب شدند. تلفاتی که امروز از سوی میراثبران اساسی شوروی گویا نادیده گرفته می شود. و صدر اعظم آلمان فریدریخ مرц گفت کسی در حکومت این کشور در رابطه با مسائل مهاجرت حالت فوق‌العاده جاری نکرده است. مرц روز 9 می در بروسل گزارشی نشریه ویلت را از روز پیش رد کرد. روز 8 می نشریه ویلت نوشت که صدر اعظم آلمان فریدریخ مرц در ساحه مهاجرت حالت فوق‌العاده جاری نموده قاعده‌های دوبلین را برای پناهجویان گویا بیکار کرده است.
با همین خبر رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر بی‌اندازه برای همراهی دوستان عزیز. خبرون نباره از این بیشتر رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی و همین گونه در صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. در 2 روز آینده برای شما استراحتی با فراغت می‌خواهیم. در هفته نو شما رو منتظریم. خود را اجازه کنید و خدا نگهدار.